الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب. برادر عزیز، امروز درس شما در رابطه با یهود است. فضای فعلی حاکم در جامعه انسانی یک جنگ شدید است بین یهود و مسلمانان. نیاز است که ما در رابطه با تاریخچه یهود بدانیم و اینکه اینا چرا در فلسطین آمدن و دولت اسرائیل ساختن و اینا در نهایت چی میخواهند. کتاب‌های دینی از اینا و کتاب‌های سیاسی از اینا برای ازیاد چگونه یک فکری را القا میکنن. میبینیم که جنگ‌های بسیار ظالمانه براه انداخته شده که خلاف جنگ‌های تاریخ که در او سفیدان کاری نمی داشتن. جنگ‌ها کلاً در بین گروه‌های جنگی می بود. بسیار کم واقع می شد که آسیبی و سالها و به اطفال و به زنان می رسید. این یهود با افکار این ظلم بسیار بزرگی را که همیال ما شما می بینیم در فلسطین می کنن. چه چیز باعث میشه که به این کارا دست میزنن؟ ما نیاز داریم یک مرور کوتاه به تاریخ فلسطین بکنیم. قرآن خب برای ما میگه که بزرگترین دشمن شما یهود است. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. به تاریخ فلسطین که ما یک مرور بکنیم، در فلسطین فینقی ها، کنعانی ها و فلسطین، این یک گروه های سگانه عربی بود که زندگی میکردن. قبایل عرب بود که از حجاز به این طرف سرازیر شده بودند. هزارها سال میشه که اونا در اونجا زندگی میکنن تا هنوز نسل عرب در فلسطین حتی نشده. ابراهیم علیه السلام به خاطر دعوت اسلامی از عراق به فلسطین رفت و در اونجا در دو جای، در فلسطین و در مکه زندگی را شروع کرد. یکی از فرزندایش به نام یعقوب در فلسطین در کنعان ماند، در منطقه کنعانی ها، و یکی از فرزندایش به نام اسماعیل در مکه ماند. نسل عرب هم در فلسطین از قدیم بود و هم در مکه شروع شد. حال وقتی که یعقوب علیه السلام در بین پسرایش مشکلات پیش آمد و داستان یوسف علیه السلام که هیچ کسی از شما نیست و با تمام جزئیاتش نفهمه، به این شکل منتقل شدن به مصر. در مصر بعد از سالها اینا با فساد روی آوردن، الله سرشان فراعنه را مسلط کرد. بنی اسرائیل دوجه خیلی ذلیل شد. الله به خاطر نجات از اینا و به خاطر توبه که کردن، دو تا از پیغمبرای بسیار بزرگوار خود، موسی علیه السلام و هارون علیه السلام، بر نجاتشان به مصر برای مقابله با فرعون فرستاد. موسی علیه السلام و هارون علیه السلام اینا را از چنگال فرعون نجات دادن و اینا را از مصر فراری دادن و سینا آوردن. در سینا، به جهت سینا، فرعون اینا را دنبال کرد. الله فرعون در بحیره قلزم غرق. بنی اسرائیل با وجودی که موسی علیه السلام اینا را از چنگال فرعون خلاص کرده بود و دین زمان شب از اینا آموخته بود و با وجودی که شب و روز زیاد تلاش میکرد، ولی یک قوم بسیار بی‌ثباتی که حتی بعد از غرق فرعون هم از فرعون میترسیدن.
میگفتن مبادا فرعون نبوده باشه در قادشان غرق نشده باشه، از این گپا میترسیدن. موسی علیه السلام بار بار بهشان میگفت که عسى ربکم ان یهلک عدوکم و استخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. او فرعون الله شاید هلاک کنه و شما را خلیفه زمین بگردانه، باز ببینه که شما چی میکنید. ولی اینا با ازی باور نداشتن، میگفتن که نه که فرعون زنده باشه. الله بر بحر امر کرد که جسد فرعون بیرون بکشید یا ببینن. تا امروز جسد فرعون الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه برای تمام کسایی که تا روز قیامت میان عبرت باقی مانده. دیگه الا باز مطمئن شدن. ولی در این سینا به عوض از اینکه با موسی علیه السلام شروع کنن به عبادت الله و زمین سازی کنن برای برگشت به سرزمین آزاد مقدسی که الله جل جلاله بر از نوشته بود. ولی اینا در اینجا بسیار تنبلی های عجیب و غریبی میکردن، یعنی کارایی کردن که آدم حیران میمونه. دیدن یک گروه در اونجا هست، یک قریه از دوج مردم یک بت داره به نام ذات نوات، دگیر از اون میگردن. بر موسی هم گفتن که جعلنا ذات نواتن کما لهم ذات نوات. الله جل جلاله در قرآن شریف قصهشان آورده، میگه جعلهم لنا الها کما لهم آلهه. همطوری که خدا دارن به ما اینطوری یکتاجی. موسی هم برشان گفت انکم قوم تجهلون، مردم جاهل است. خیلی بی صبر قوم، سایه میخواستن، الله برشان ابر سایبان کرد. آب میخواستن، یک چشمه نمیخواستن. بر قبیله خود جدا جدا الله برشان موسی را گفت به سنگ بزن، 12 تا چشمه جدا جدا برشان جاری کرد. من و سلوار برشان الله مفت رایگان برشان نازل میکرد، از او استفاده میکردن، به مو هم صبر نکردن. موسی علیه السلام به خاطر تورات به کوه طور رفت که تورات بیاره، یا گوساله پرستی شروع کردن و این بیخی کار عجیب است. پیغمبر الله هارون علیه السلام در بینشان، ولی بازم ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءهم البین. بعد اینکه الله برشان بینات آورد، بعد از این شروع کردن گوساله را پرستش کردن. تورات موسی علیه السلام آورد، گوساله شان سوزان و برشان گفت که بگیرید تورات، نمیگیرن. الله جل جلاله کوی طور بالای سرشان آورد که خودو میگیرین تاخذ الکتاب، میگیری نمیگیری. باز توبه کشیدن، تورات قبول کردن. به نمی شکل در نمی داشت که موسی علیه السلام به بسیار سرگردانی ها مبتلا. موسی علیه السلام مجبور شد برشان گفت یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. با حضور برشان ای قوم چرا مرا آزار میدید؟ خب میفهمید که پیغمبر الله است. از برکت شما از برکت موسی علیه السلام از ظلم بنی اسرائیل خلاص شدن. ولی موسی علیه السلام به نمیتونه یک حالت رساند. گفتن والا ما این من سلوار نمی. خب چی میخوری؟ این ما تنبت الارض، چیزی که من فو من عدسها و بصلها و فومها هم چیزا رو. خب خیلی خوب است. ادخل مصر، یک شهر های برند دیگه، از سینا برند در شهر. اونجا برند همه چیز هست. فإن فيها قوما جبارین، اونجا خب یک قوم بسیار ظالم مسلط است. خب بری بزن بکشی بری ورا خارج کنی شما اونجا برید. یعنی والا ما نمیریم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا. تو پروردگار بری بجنگی، ما اینجا میشیم. که الله جل جلاله به خاطر همین بی‌غیرتی ایشان برای ازیا 40 سال نمیره مقرر کرد که به دشت سرگردان باشن. 40 سنه یتیهون فی الارض. دیگه در نمی 40 سال در سینا سرگردان ماندن. الله دیگه گفت شما قابل ترحم نیستید، در نمی دشت خودتان میفهمید زندگیتان. در این حال تیه و سرگردانی بودن که موسی علیه السلام و هارون علیه السلام فوت شدن و پیغمبر جدید به نام یوشع ابن نون ای آمد و بعد از او بعد از 40 سال نسل جدیدی آمد، نسل نسبتاً با غیرتی بودن و اون نسلی بود که موسی علیه السلام از زیر یوغ فرعون همیشه زیر ظلم و جبر مانده بودن، عادت داشتن. مرد نسل نو با این پیغمبر جدید رفتن سرزمین فلسطین آزاد کردن. اونجا رفت.
در اونجا خیلی زیاد الله جل جلاله بر از اینا نعمتهای خود داد، ولی به خاطر از این که در منتهی هم بسیار جنایت را کرده بودن، الله جل جلاله در حقشان امیر گفته بود که لبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب. تا روز قیامت کسایی را الله جل جلاله سر از ایام مقرر میکنه که خوب جزا دیگه. اینا در اینجا آمدن، خوب در اینجا بسیار یک حکومت خوب جور شد. در جریان اعظمی داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام آمد و یک حکومت بسیار قوی و مرکزی و باثبات که حکومت سلیمان علیه السلام واری در تاریخ دیده نشده اینجا دایر شد. ولی بعد از وفات سلیمان علیه السلام یا به دو گروه تقسیم شدند. یک تعداد از این رفت با بچه سلیمان علیه السلام به نام رهبعام بیعت کردند و کلگی به او بیعت کرد بعد از اینکه سلیمان وفات کرد. ولی از او خواستند که سلیمان علیه السلام آدمی بود که خیلی قوی و قدرتمند بود، ما اینقدر حوصله داریم که کل احکام تورات عمل کنیم، تو بگی یک ذره احکام تورات سر ما کم. هرگز کار مکنه میتونه مجبوری احکامات الهی را حذف کنه. پس 10 تا سبت از یا از 12 سبتی که بودن، 10 سبت ازی با بچه سلیمان علیه السلام مقاطعه کردن و رفتن به کسی دیگه بیعت کردن به نام اربعام ابن زیاد که از او بیعت کردن و سرزمین مقدس و سرزمین فلسطین را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کردن. یک طرفش یکی پادشاه شد، دیگر طرفش دیگهش، و بسیار زیاد فساد و بد اخلاقی و ترک عمل به دولت بینشان شروع شد و جنگای طولانی بین دو دولت میشد، این دولت شمال و جنوب. خیلی زد و خورده و بالاخره ضعیف شدن و پارچه پارچه شدن و الله جل جلاله سر ازیا اقوامی را مسلط کرد که اینا را یکی پشت دیگه نابود کنند. گرچه که در زمان یوشع علیه السلام قبل از دولت داوود و سلیمان اینجا یک دولت به نام قضات یا داشتن 100 سال که نمی قضات هر گروه از 12 گانه بنی اسرائیل یک قاضی داشت و اینمی هم باعث شده بود که در بینشان اختلافات جای توسعه پیدا بکنند. در نهایت طور شد که خداوند جل جلاله یارا و مملکت‌های مختلف تقسیم کرد و نمود دو مملکت بعد از او باز پادشاه‌های از طرف شرق از سرازیا مسلط کرد. جنگ‌های بسیار زیاد و بالای از اینا را الله جل جلاله آورد که به نتیجه از او یا بسیار ضعیف شدن، چون اصل گپ دی بود که اینا عمل به تورات رها کرده بودن و فاسد شده بودن. اما بود که بالای از یا اصل سبیا یا بابلی میگن که بختنصر حمله کرد از عراق و اینا را کلن مبانیشان و خانه هایشان و ایران کرد. چیزایی را که در این زمانه تمدن و ترقی از سلیمان اسلام دور شده بود خودش اونا و ایران کردن و اکثر بنی اسرائیل را با خود به عراق اسیر آورد. منطقه شمالش خوب قبلا توسط آشوریا از بین رفته بود، همطور منطقه جنوب مانده بود که منطقه جنوب به این شکل بختنصر از بین بود. بعد از او باز یک کسی پیدا شد به نام کورش از امپراتوری فارس، این به بابل حمله کرد، بابل گرفت و درش به اسرائیلیا سوخت، یا پس اجازه داد که برند طرف فلسطین. اونجا رفتن دوباره آبادی خدا کردن و دمو جنگایی را که بختنصر کتشان کرده بود و دمو جنگات تورات هم گم شده بود، نسخه تورات از بین رفته بود، پنهان شده بود، سوخته بود، رقم شده بود نبود. اینا که دوباره رفتن یک تورات جعلی هم جور کردن، یک پس همو خرابیای خودم آباد کردن و در یک مدتی اونجا حکومت خود درست کردن تا ای که باز به مو فساد و بد اخلاقی خود روی آوردن، همونطوری که خداوند وعده کرده که لبعثن علیهم لیوم القیامة من یسومهم سوء العذاب.
در روز قیامت الله کسایی را سر از جان مسلط میکنه که یارا جزا بده. الله به جانشان سکندر مقدون فرستاد و او بسیار خار و زیل کردن و بالاخره در سال 70 میلادی که بعد از میلاد مسیح علیه السلام 70 سال گذشته بود، همین رومی ها اینا را دیگه از سرزمین قدس کشیدن و یا به کشورهای مختلف پراگنده شدند. یک امپراتوری به نام آدریانوس آمده بود. او همیشه ایرام که به نام اورشلیم یا مرکزشان بود نام از او را تبدیل کرد به ایلیا و در جای از امو معبد عبادتخانه که داشتن او را تخریب کرد، در جایش معبد دیگر جور کرد، امو بت یا خدایی که رومیا می پرستید و باقی مانده از یهود که مانده بود اونا را اخراج کرد. در آسیا و اروپا و افریقا پراگنده شدند. اینا در زمین سرگردان شدند. در هر کجایی هم که اینا می رفتن فساد میکردن، خرابکاری میکردن، با مردم دشمنی میکردن و می خاطر همیشه ذلیل و زیر شکنجه می بود. این تعلیماتی که برای از اینا در کتابایشان هست همیست که در جای باشن باید آشوب برپا کنن، فساد بکنن و می خاطر هم ذلیل می بودن. ابھی که آیت قرآن کریم است و اذ تأذن ربک ليبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب که حساب کنی، یعنی بعد از قدرت بزرگی که برایشان در زمان داوود و سلیمان علیه السلام جور شده بود، دیار آشوریا، فرعونها، بابلیها، یونانیها، بساطل هم اسکندر مقدونی، رومیا، نصرانیها و حتی تا زمان مسلمانان اینا را همیشه سر از یا مسلط شده و یا را سرکوب کرده. اینمی حالت سردرگمی و پراگندگی از یا تا زمانهای نزدیک هم ادامه داشت. در این عصر حاضر هم یک چند صد سال یا کمتر از 200 سال پیش هم اینا بسیار با مشکلات زیادی در زمین مواجه بودند. اینا را در سال 1298 بریتانیا بسیار جزا داد، خیلی کشت. در سال 1306 فرانسوی ها اینا را بسیار جزا داد، بسیار کشت. در سال 1540 یا اینا را زیاد جزا داد. در سال 1818 روسیه قیصری به خاطر دستایی که در پروتکلات علمای صهیون بود، روسیه قیصری به جان ازیا در یک روز 12,000 ازیا را کشت و آخر هم نخواهد بود که هتلر از ازیا کلم و نارا جور کرد. اینمی تقریبا حالتشان بود و ادامه داره. وقتی که دوباره اینا در فلسطین جمع میشن، ای چرا جمع میشن؟ ما و شما در قرآن کریم در سوره اسراء میخوانیم که و کتبنا علی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. دو بار در زمین بسیار فساد کلان برپا میکنیم. فساد اولشان بعد از امو بچه سلیمان علیه السلام که با او بیعت در شکستاندن به خاطر که احکام تورات کم نکرد برشان، در دو پارچه تقسیم شدن، بعد از به گروه ها تقسیم شدن، بین هم زدن و بسیار فساد بزرگ برپا کردن. الله جل جلاله به جانشان بخت و نصر مسلط کرد که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. این میگن که همین بخت و نصر بود که آمد همه چیزای در خانه داخل شد و همه چیزشان خراب کرد. بعد از اینکه این یاد از زمین بعد از رومانیا پراگنده شده بودن، تا امروز دیگه پراگنده بودن تا بسیار وقت نزدیک که در فلسطین دوباره در فکر جمع شدن شدن. این جمع شدن ازیا در فلسطین علتش است که همه مردم روی زمین عدس ازیا به تنگ. به این خاطر اینا میخواستن که از شر ازیا خلاص شوند و از طرف یا را به یک جای بفرستن که
که اکثر اینا در کشورهای کفری روسیه، فرانسه، آلمان، انگلستان، اینطوری ملکای بودن که با اسلام هم دشمنی بزرگ دارن. اونا خواستن به یک تیر دو فاخته را بزنن، هم از شر یهود خلاص شوند و هم یا را به جای همسایه مسلمان ها بسازن که مسلمان ها یا درگیر باشن، در حقیقت از دو جبهه خود آرام بسازن. به این خاطر شروع کردن به فکر دادن برای یهودیا که برن در فلسطین به نام از اینکه اونجا سرزمین پیامبرای بزرگ و پادشاه بزرگ شما داوود و سلیمان است، همونجا برین. و برای این کار یهود وقتی این ذهنیت گرفت که ما باید این کار را بکنیم، وقت نیاز داشتن که با کشورهای صلیبی در حالی که اینا با مسیح علیه السلام و مسیحی ها سخت دشمنی داشتن، باید از این اینا خواستن که با اونا خود نزدیک کنن و از قدرت و نفوذ از اونا استفاده بکنن تا بتونن که بیان در این منطقه حاکم شوند. به خاطر از این که الله جل جلاله میگه که یا شما پشتیبانتان الله باشه که بتونه یک قوت از شما جور شود و یا هم مردم باشه. الا بحبل من الله و حبل من الناس. بحبل من الله امو داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام اونا بودن که امو کشور بزرگ ساخته بودن، ولی دیگه حبل من الله وجود نداره. حالی یا مجبور هستند که بر اسپان مردم چنگ بزنن و نیاز بزرگ داشتن که با مسیحی ها آشتی کنن. به این راستا به حد کار کردن که حتی تا دفتر پاپ هم رسیدن. حتی خود پاپ هم یک وقتی از یهودی به مسیحیت تصنع در آمد و تا ای که پاپ شد. و حتی ای که یک جنگ آشتی ناپذیری که بین مسیحی ها و یهودی ها بود، این بود که اونا میگفتن که ما عیسی علیه السلام کشتیم. الله جل در قرآن تکذیبشان میکنه، ما قتلوه ما صلبوه ولکن شبه له، نکشتن، ولی اونا میگفتن ما کشتیم، اونش ریختاندیم، اعدامش کردیم. این به افتخار هم میگن و همین باعث بود که نصرانی‌ها با اینا بسیار مخالف باشن. حتی در کتاب تلمود از کتاب احکامشان است، در او گفته سوختاندن تورات و لعنت مسیح عبادت است. ولی اینا اینجا آمدن ترتیب قسم جور کردن که با مسیحی ها سخت اندیال شدن، حال کشورهای مسیحی سخت پشتیبان عزیز. حتی در این سالهای نزدیک در سال 1965 یک وثیقه امضا شد که به نام وثیقه تبرئه است. وثیقه تبرئه ای است که در او براءت خون مسیح علیه السلام بر یهود نوشته شد. یعنی علمای مسیحی نوشتن که یهودیا خون عیسی علیه السلام نریختند، یعنی تبرئه کردن از این اتهام. دیگه به خاطر است که کشورهای مثل امریکا و فرانسه و آلمان، کشورهای مسیحی هم سخت پشتیبان از یا هستند. با کمک از اینا شروع کردن به آمدن به فلسطین. به خاطر از این که خود مخصوصا که در فرانسه تمرکزشان بود، ناپلیون بناپارت امو فرانسوی مشهور به خاطر که از فرانسه گم کرده باشه، یا اولین بار او به فلسطین رفتن تشویق کرد و بزرگای یهود تذکر برشان در زمین پادشاه های بزرگ شماست و باید اونجا برین. و در سال 1882 تلاش شد که رسما از خلافت اسلامی در ترکیه خواسته شود که اینا برای از اونا یک قسمتی از جای فلسطین بدن. سفارت در سفارت عثمانی در خارج تقاضا شد که یک قسمتی از خاک فلسطین برای یهودیا بفروشی که اونا در اینجا بیان. ولی در اون وقت خلافت عثمانی، خلافت اسلامی بسیار زیاد به شدت برفت کرد. گپ در جای رسید که در یک وقتی آمدن پیش سلطان عبدالحمید، آخرین پادشاه خلافت عثمانی، و او را گفتن که هر چی که تو میخوای یک قدر مبالغ بسیار که در کتاب‌ها ذکر است، این مبلغ و این چیز برات میتیم، تو یک قسمتی از فلسطین به یهود بدی.
هرتزل یکی از نماینده از او آمد. او را بسیار زیاد سلطان عبدالحمید به شدت کوبید و کشیدش از مجلس خود و برش گفت که اگر مرا توتک کنن ما یک بلست از خاک یهود از خاک فلسطین به یهود نمیتم. دیگه در سال 1896 هرتزل که تلاش بسیار داشت که فلسطینی یهودا رو تشویق کنه که به خاک فلسطین بیان، چون اونا گروه در جدید بودن، زندگی خود جور کرده بودن و آرام بودن، نمیخواستن در سمت مجهول برن، ولی این کلانای زیاد تشویق میکرد. هرتزل در این رابطه کتاب نوشته کرد خیلی تشویقی که شما باید در سرزمین فلسطین برید. و در سال 1980 در سوئیس یک کنفرانس جهانی یهود ساخت و در او یک صندوق جهانی یهود هم جور کرد و بعد از او باز بسیار زیاد گروه‌ها جمع شدن و تصمیم گرفتن که بیان به طرف فلسطین، ولی رد شدید سلطان عبدالحمید باعث می شد که این کار نتوانند. بعد از او باز انگلیس ها خصوصا در سال 1920 وقتی که انگلیس آمد فلسطین اشغال کرد، پیش از او یک کسی به نام وزیر خارجه انگلیس به نام بلفور بود و برای یهودیا گفته بود که ما زمینه اشغال فلسطین و رفتن شما رو به فلسطین ما به هر طریقی شده مساعد میکنیم. و در سال 1917 دیگه به بلفور گفته بود. باز این خانه خراب برای از این مسئله کار کرد تا اینکه در سال 1920 فلسطین توسط انگلیس اشغال شد. وقتی که خاک فلسطین انگلیس اشغال کرد و از خاک اسلامی جدا شد، زمینه آمدن یهود باز شد و با آسانی اونا گروه آمدن در قسمت‌های از فلسطین اسکان شدن و سکونت شروع کردن. تا سال 1932 اکثر یهود به فلسطین انتقال شده بود و در سال 1947 باز ملل متحد گرفت فلسطین بین یهودیا و بین مسلمان ها تقسیم کرد. متصله که اونا تقسیم شد، اونا برای خود در سال 1948 یک سال بعد یک دولت اسرائیلی اعلان کردن. چیزی را که در زمان قدیم از امپراتوری روم یا آرزویش داشتن که پس دوباره دولت اسرائیل بسازن، اما دولتی که در شیریم سلیمان علیه السلام جور کرده بود. اینا این دولت اعلان کردن. این اعلان که کردن در اینجا زود امی کشورهای اروپایی که کتازی مردم بطنگ بودن مثل روسیه، مثل فرانسه، آلمان، امریکا، اینا به زودی ایره به رسمیت شناختند و یک کشور دولت شد. و در سال 1967 یا به منطقه بسیار زیاد مسلمان ها حمله کردند. سینا را، جولان، غزه را، این منطقه را گرفتن ولی در جنگ پس ناکام شدن. باز تلاش کردن که هر وقت در جنگ ناکام میشن باز تلاش صلح میکنن. باز یک صلح شد در سال 1978 که صلح کامل دیوید میگه که انور سادات رئیس جمهور مصر همراه مناخیم بیگین وزیر صدر اعظم اسرائیل امضا کرد که هیچ کس در خاک کس دیگه تجاوز نکنه، ولی هیچ وقت اسرائیل به این حاضر نیست که به صلح وفادار بمانه. به این خاطر است که چندین بار به لبنان در وقت حمله کرد، به غزه حمله کرد، به سینا حمله کرد، ولی باز بالاخره در سال 1991 سالایی است که اکثر شما به یاد دارین، باز یک کنفرانس کلان جور شد به نام سلام یا امنیت در شرق اوسط در مادرید جور شد. در اونجا دیگه کلا صلح فیصله شد، ولی هیچ وقت اسرائیل با صلح آرام نمی نشست، بلکه کار میکرد هم از نظر اقتصادی و نظامی خود بالا می برد و هم مناطق مسلمانشین حمله میکرد. بعد از این سلام در شرق اوسط یا امنیت در شرق اوسط بی نهایت ظالمانه عملیاتایی را به لبنان کرده، خصوصا بر فلسطین در منطقه غزه بسیار زیاد ظلم کرده. در سالهای 2008 2016 2021 بار در غزه ظلم و جنایت کرده که نسل کشی کرده، خانه ها را ویران کرده.
بالاخره در زمان ما شما حمله وسیع را به غزه را انداخت که تقریبا 1 سال چند روز بیشتر از 1 سال میشه که در اوجه یک کاری روان است که بشریت تعجب میکنه ولی هیچ کسی به داد مردم غزه نمیرسه. چرا این اسرائیل و دولت اسرائیل جور میشه؟ چی میخواین؟ این اصلا در افکار یهود است. اینا در کتابایشان است که باید زمین تحت سیطره یهود باشه. من اول مناطق سینا و شمال مصر، اردن، کویت، لبنان، سوریه، قسمتای از عربستان سعودی، عراق، ترکیه، قبرس، اینجا باید دولت اسرائیل شود. بعد کل جهان یا یک شعار دارن انفراد الانیل دولت بیا اسرائیل، یعنی از دریای فرات شروع تا رود نیل این دولت اسرائیل است. این یک شعار است ولی اگر بتونن در این منطقه مسلط شن باز به فکر سلطه بالای جهان میشن. این به این خاطر است که کتاب از یا عهد قدیم یا تورات و کتاب احکام از یا تلمود که این کتاب تفاسیر و شروح زیادی دارد، شروح تلمود و خود تلمود عبارات و چیزایی را دارد که اینا را هر کدامش وادار میکنه به هر قسم جنایت. اول در این کتاب تلمود از یا انسان ها به 2 دسته تقسیم میشه. یکی یهود است، یکی جوییم. جوییم یعنی حیوانات، یعنی نجس ها در معنی که دیگه مردم غیر یهود اینا به همین نام یاد میکنن. دیگه برایشان مهم نیست که هندو باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه، هر چیزی که باشه دیگه مردم غیر از یهود جوییم است. و این یهود چی است؟ این شعب الله المختار است. این اونمو بندای خاص خداست. قرآن کریم هم از یا نقل قول کرده نحن ابناء الله و احباؤه، ما بچهای خدا و محبوبای خدا هستیم. اینا میگن که الله صرف اجازه عبادت به یهود دادن، دیگه مردم به خاطر خدمت یهود و به خاطر ای که مشکلات یهود برشان حل بکنه آفریده. و جنت دوزخ هم فقط برای یهود آفریده و دوزخ برای ازی آفریده که کسایی که برای یهود خدمت میکنه و نار دو عذاب کنه. و در یک جمله در عهد قدیم یا در تورات، ما از تورات تلمود عربی برای شما نقل قول میکنم، فارسیش نداشتم، که در او شما میتونن که تورات بر زبان پیدا میشه بخوانین که میگه ما برای شما میگه انتم اولاد الرب الهکم لقد اختارکم الرب، شما میگه انتم اولاد الرب الهکم، شما اولاد رب خالقتان است، الهتان است. لقد اختارکم الرب لکی تکونوا شعبا خاصا، خدا شما را اختیار کرده که یک قوم خاص باشین، فوق جمیع الشعوب، بالای برتر از همه قوم ها، الذین علی وجه الارض، و کسایی که در روی زمین هستند، از کل از اینا که ما برتر هستیم. و ایده هم در سفر تثنیه آمده آیه 14، هم در سفر خروج آمده آیه 19، در 2 تا یعنی در 2 تا فصلای از تورات این جمله آمده. الله جل جلاله جواب ایگه پیشان داده که شما برتر نیستی. یا ایها الذین آمنوا زعمتم انکم اولیاء لله، اگر شما تو فکر میکنین که اولیاء الله هستین فتمنوا الموت، خب چرا از مرگ میترسید؟ والا این اگر واقعا شما محبوبای الله هستین، جنت برای شما است، چرا از مرگ قدر میترسید؟ یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، هر کدامش اگر 100,000 سال عمرم داشته باشم همینجوری خوش دارم دیگه. به این خاطر این گپ بسیار بی‌معناست که در کتاب‌های از تحریف شده از نوشته است که نه از کل مردم کده برتر است. این یک گپشان. از گپ دیگه ایشان است که ما حق تاریخی در فلسطین داریم. این منطقه از ماست و ما در اینجا بودیم. میگه این هم در سفر تکوین در 15 نوشته است که لتسلک اعطا هذه الارض لنسلک، ببخشید لنسلک نعطی هذه الارض، و نسل تو این زمین دادیم. باز اینا این زمین تفسیر کردن
هذه الارض تفسیر کردم که من نهر مصر الى نهر کبیر نهر فرات، این را به نسل تو دادیم. حال کسی که غیر از اینا در این منطقه زندگی میکنه اینا اشغال کردن، باید دور شوند. از این خاطر جایی را که اونا درش هستن پور سرزمین مسترده میگن، یعنی گرفته شده، و دیگه میگن سرزمین های قابل ایران. میگن که فلسطین از ماست. در کجاست فلسطین؟ در فلسطین یهود 3 قرن زندگی کرده، با 2 قرن دیگه هم زندگی کرده، خلاص آمدن 5 قرن نهایتاً. ولی هزاران سال میشه که عربا در اونجا بودن هستن و هیچ وقت هم نسل عرب در اونجا قطع نشد. اسرائیلی آمدن بعد با یوشع بن نون بودن، یک مدت طولانی حکومت کردن، باز اخراج شدن، رومیا اخراجشان کرد، پراگنده شدن. بعد حال دوباره دی وقت زمان موشبه آمدن و انشاءالله یه همون زمان است که الله جل میفرما و اذا جاء وعد الاخرة لیسوء وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره ولیتبروا ما علوا تتبیرا. او جزایی را که برازیل بخت نصر داده بود، شاید این تجمعشان فقط همین خاطر باشه که الله میخواد یک بار دیگه ای را تجمی جزا بده. در اونجا فلسطین که میگن حق ماست، حق تاریخی داریم. هزاران سال در اونجا عرب بوده، کنعانی ها بوده، فینقی ها بوده، فلسطینی ها بوده و حالی هم هستن، هیچ وقت نسلشان قطع در فلسطین نشده. پس کلا غلط است. یک موضوعی بود که یهود، انسان ها یک گروه یهود است و یک گروه دیگه جوییم یا اممی یا شی یا هر چیز نام ماندن. زیاد در کتابایشان اممی میه، جوییم میه. جوییم به نام حیوانات، به نام نجس های نام را میده و شی میگن ما میگیم که یک انسان هاست، یک اشیا. و انسان ها را غیر از یهود هم اشیا میگن. اشیا چیزای جامد هم میگه، چیزایی میگه که ولی کاش انسان ها را یا شی قبول میکردن، کاش انسان ها را یا مثل که ما مسلمان ها که حیوانات معامله میکنیم میکردن. مگرش ما میگرید در راه که رفتی هر جای گوسفند یافتی، پشک یافتی بگیری او را هم تن کش کنی. بلکه ما به حیوانات ترحم میکنیم. حتی ما به جمادات، مسلمان به جماد هم انس میگیره که طبیعت خیلی علاقه داره، با فلان کود چکر میره، در فلان ساحل فلان جای خوش داره. یعنی انسان ها و مسلمان ها حتی با جمادات انس داره. اینا همون معامله که با شی میشه، با اشیا میشه، و همون معامله که با حیوانات میشه، همون هم که دیگه انسان ها ندارن. پس آنتر من عبارات کتابایش رو میخونم ببینن که دوباره دیگه انسان ها چی میگن. اونا میگن که اممی ها یا همین جوییم ها برای خدمت یهود آفریده شده. به این خاطر به شکل انسان آفریده شده که تعامل آسان باشه، یعنی او کار میگن ما انجام بدیم، و الا به شکل همین دیگه حیوانات آفریده میشدن. الله اینا را به خدمت یهود به این خاطر به شکل انسان آفریده دیگه. ولی عنصرشان عنصر شیطانی و نجس است. اگر کار خود انجام دادن درست، یعنی خدمت یهود دادن خوب است، کتشان معامله با حیوانات میشه شود، ولی معامله قابل قدر کردن با اونا این گناه است و از کبایر. ولی اگر وظیفه خود انجام ندادن باید به بدترین وجه اینا نابود کرده شوند به هر ذریعه ممکن. کل عالم به یهود آفریده شدن. بعضی از این جویما آمدن، از این انسان ها آمدن حق یهود غصب کردن. خود از یا ممتلکاتشان همش از یهود است یا غصب کردن. به هر طریقی که میشه باید یهود ممتلکات خود از پیش پس بگیرن، چرا که خودشان و مالشان از یهود. مثل یک غلام خودش و عمل کردش به وادارش تعلق میگیره، یعنی قسم ممتلکات هر انسان با وجودش در خدمت یهود است، ولی دیگران غصب کرده. باید به هر ذریعه وسیله پس گرفته شود. وقتی که میگیری حقت میگیری،
هیچ گناه هم نیست. در کتاب‌های شرح تلمود میگه که فضل الیهودی علی الاممی که فضل الانسان علی البهائم، یعنی برتری یک یهودی بر یک اممی مثل برتری انسان‌ها بر حیوانات است. قتل الاممی قربا الی الله یصاب علیه لانهم اعداء الله والیهود. کشتن اممی این تقرب است به الله و به عجب داره، به خاطر از اینکه اینا دشمنای الله و دشمنای یهود هستند. باز میگه الیهود احب الی الله و ملائکته لانهم من عنصر الله کالولد من عنصر الوالد. یهود به الله و ملائکهش به خاطر هستند که اینا از عنصر الله هستند، مثل که یک پسر از عنصر پدرش میباشه. در کتاب تلمود یک اینطور جزاهاست که من یسفح الیهود که من یسفح الله و جزاء الموت. هر کس که یهودی را سیلی بزند مثل که الله را سیلی زده باشد و جزای کار کشتن است، باید کشته شود. به کل ما فی الارض ملک الیهود، هر چی که در زمین است از یهود است. فما تحت ایدی الاممیین مغتصب، هر چیزی که اممیین گرفته ایره به زور از یهود گرفته و علیه استرداده بكل وسیله، و بر یهودی لازم است که پس بگیره به هر وسیله. و به خاطر است که میگه که سرقت الیهودی حرام لکنها واجبه مع الاممی، دزدی از یهودی کردن حرام است ولی از اممی دزدی کردن واجب است. لان كل خیرات العالم خلقت الیهود، به خاطر که هرچی در عالم است برای یهود آفریده شده. فهی حق لهم و علیهم و علیهم تملیکه به طریق، این حقشان است و برگردانش به هر طریقه برشان فرض است. به خاطر واجب است یا فرض است که دزدی. میگه اذا وجد الیهودی لقطه لاممی حرم علیه ردها، که اگر یک چیزی را یهودی از غیر یهودی پیدا بکنه، حالا مهم نیست که مسیحی سربلای که از مسلمان، این مهم نیست، هر کسی که از اممی باشه غیر یهودی باشه از او دزدی کرد، از او چیزی یافتن پس دادن به صاحبش حرام است. این قسم الفاظ دارم و در مزامیر داوود میآید، به خاطر است که از ظالمانه میکشند که میگن انتم سیف ذو حدین، سیف ذو حدین فی ایدیکم. در مزامیر داوود آمده که کتاب قدیم است، یا در قدیم میگه باز نشته کرده که در دست شما شمشیر دو سر است که تنزل نقمتکم بالامم، تا که شما تا میتونید غیر یهودی ها را کدش تعذیب کنید. این کتاب های مهمش مزامیر داوود بر ازیا خیلی مهم کتاب است. میگه اذا انتصر اليهود فی مقطوعه، وقتی که یک یهودی یک منطقه را تصرف کنه وجب علیه الاستئصال اعدائه، وجب علیهم استئصال اعدائه، فرض از بالایشان که دشمنا کسی غیر از یهود میگه او را خوب ریشکن کنه، بیخکن کنه ان آخره، یعنی هیچ چیزشان نمانه، طفل یک ماه هم نمانه. یعنی کشتنش عبادت است. بعضی تعجب میکنن که چرا یهودی‌ها در فلسطین اطفال بیگناه را میکشن. خب عبادت است، عبادت میکنن. در کتابشان است که منطقه تصرف کردی باید که هر چی را میتونی ریشکن کنی. و من یخالف ذلك، اگه کسی بیا بگه نمی اطفال را نمیکشم فقد عصى الله، نافرمانی الله را. اینی قسم افکار است، معتقدات است که مردم به این چیزا آورده. میگه از زنا